کف العباس یا مقام کف العباس علیه السلام نام دو مکان در کربلاست که گفته می شود دستهای حضرت عباس علیه السلام علمدار کربلا در روز عاشورا در این مکانها از تن جدا شد و به زمین افتاد. این مقام که به مقام دست چپ حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام معروف است، در سال 1327 هجری قمری توسط شخصی که در این باره خواب دیده بود بنا شد و در دهه‌های اخیر مورد بازسازی قرار گرفت. حال مردمی که سرشار از ایمان به حقانیت امام حسین علیه السلام و یارانش هستند، به یاد دو مکانی که دست حضرت عباس سلام الله علیه قطع شده و بر زمین افتاده است مقام و یادمانهایی درست کرده اند تا شجاعت این علمدار کربلا را فراموش نکنند.